منابع خبری از کاهش قیمت دلار در ایران خبر می‌دهند. خبرگزاری فارس قیمت هر دلار را بعد از ظهر روز دوشنبه 3150 تومان اعلام کرد که نشان از کاهش 320 تومانی دلار در یک روز است. نرخ دلار که تا هفته گذشته در محدوده 3700 تومان بود، بعد از نشست ایران با گروه 5+1 سیر نزولی پیدا کرده است. همکارم وفا آذربهاری در استودیو با منه تا بیشتر راجبش صحبت بکنیم. وفا، خب ما مدتی که شاهد این نوسان‌ها در بازار ارز هستیم. حالا این دفعه دلیل کاهش قیمت ارز و البته سکه در بازار ایران چی بوده؟ آنچه که بیان میشه منابع خبری اعلام کردن، همون جوری که شما اشاره کردین، ریشه در نشست ایران با 5+1 داره. خبرگزاری رویترز امروز از دبی همین موضوع رو البته به نقل از خبرگزاری‌های ایران و وبسایت‌هایی که به صورت تخصصی در مورد نرخ ارز در ایران کار می‌کنن به همین موضوع اشاره داره. عنوان گزارش خبریش هم همینه. ولی به خبرگزاری فارس برای نمونه اشاره به این داره از قول فعالان بازار که شایعه در حقیقت برداشتن محدودیت‌هایی که برای نقل و انتقال پول به ایران هست، سویفت بانکی، سبب این شده که نرخ‌ها بیاد پایین. جالبیش به اینه که خود فارس در گزارش دیگری از قول یکی از صرافی‌ها در تهران باهاش گفتگو کرده و اون صرافی گفته که بسیاری از صرافی‌ها در حقیقت اصلا خرید و فروش نمی‌کنن چون که منتظرن نرخ متعادل بشه. البته اشاره نکرده این تعادل یعنی چی و اینکه این صراف اشاره کرده که یک ساعت آیندهم آدم نمیدونه که در حقیقت نرخ چه خواهد بود. با در نظر گرفتن به حتی گفته هایی که همین صراف امروز به خبرگزاری فارس اعلام کرده و شما این مسئله رو در کنار این بذارین که کمیسیون بودجه، سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس اعلام میکنه که نرخ دلار در بودجه سال آینده 2 برابر خواهد شد، سخته که در حقیقت آدم بتونه بیان کنه این نزولی شدن نرخ دلار پایدار باشه. و حالا همه اینا در حالیه که اعلام شده ارز دولتی برای کالاهای اساسی حذف شده. خب البته اینم تازگی نداره، ولی خب این چه معنی میتونه داشته باشه تو بستر اون چیزایی که الان گفتی وفا؟ مسلما در اقتصاد عرضه و تقاضا حرف نخست رو میزنه. احتمالاً عرضه پاسخگوی تقاضا نیست، وگرنه دولت چنین کاری رو بعید به نظر میرسه که بخواد انجام بده. بسیاری از فعالان بازار و کارشناسان امور اقتصادی بر این موضوع تاکید دارند با اشاره به تحریم ها که اصولاً عرضه ارز بسیار محدودیت داره و به صورت کامل در حقیقت جلوش وقفه افتاده. برای نمونه فقط آقای شاهین شایان آرانی که اصولاً بسیاری اقتصاددانی که بسیاری از اظهاراتشون در ارگان خود دولت روزنامه ایران منتشر میشه، ایشون حتی چند روز پیش تاکید کرده بود که به دولت توصیه کرده بود که اعلام کنن این موضوع رو که نمیتونن به تمام متقاضیان جواب بدن و مسلما این افزایش 2 برابری نرخ ارز برای گوشت که از 1226 میشه زیر 2500 تومان مسلما در نرخ هم تاثیرگذار خواهد بود. حالا قطعا باید منتظر باشیم که این قیمت ها باز دوباره تغییر پیدا کنه. ممنون وفا آذربهاری که در استودیو با من بود.